شد لایو قطع شد یو. خدا شکرت. خب سلام مجدد. لایو یهو قطع شد، من کانکتینگ زد دوباره از اول. خب بدون فوت وقت میریم سراغ لایوهایی که قولشو به شما داده بودیم. تقریبا هر شب ما ساعت 9 براتون لایو میذاریم. یه دفتر قلم داشته باشید، نکاتی که مهمتره رو بهتون میگم بنویسید. و امشب میخوایم راجع به یه موضوعی صحبت بکنیم که خیلی ها میخوان این کارو شروع بکنن اما نمیدونن از کجا شروع کنن، چه ماهی پرورش بدن و آیا اصلا استخرشون مناسب پرورش هست یا نه. خیلی ها فقط فکر میکنن که فقط چون یه استخر دارن، حالا یه آبی هم دم دستشون هست، ماهی بریزن میشن پرورش دهنده ماهی. و بعد از اینکه ماهی میریزن، تلفات رو مشاهده میکنن یا علائم دیگر رو مشاهده میکنن، اون موقع میبینی آقا وسط کار موندی. اصطلاحا بهش میگن آقا به قولی دیگه آچمز میشه آدم. ما میخوایم که اون حادثه برای شما رخ نده. اگر ماهی ریختی و اطلاعات نداری اشکال نداره، تجربه میشه. اگر هم داری تجربه داری، یکی دو دوره پرورش دادی ولی هنوز اون نتیجه که میخوای نگرفتی، میتونی رو خودت کار کنی. هی پله به پله، هر دوره 2%، 3%، 5%، 10% کارتو بهتر کنی، بهبود بدی تا بخوای این کارو شروع بکنی. خب میخوام اول یه سوال ازتون بپرسم. میخوام یه طرفه نباشه این لایوی که داریم انجام میدیم. به نظر شما برای اینکه ما یه پرورش ماهی موفق داشته باشیم چه نکاتی باعث میشه که ما موفق بشیم؟ مثلا آب خوبه، مدیریت خوبه، نوع استخرمونه، جایی که هستیم چقدر تاثیر داره؟ به نظر شما چه نکاتی باعث میشه که ما بتونیم یه پرورش ماهی خوبی رو داشته باشیم؟ در حد چند تا به قولی نظر، پیشنهاد توی کامنت ها برام بنویسید. کامنت ها هم بازه، خدا رو شکر همه دوستان دارن عضو میشن توی لایو. به نظرتون چه پارامتری هست شما رو موفق میکنه؟ یعنی یه سری اقدام ها هستن که ما انجام بدیم باعث میشه ما به موفقیت تو کار پرورش ماهی برسیم. هممون هم دنبال این هستیم که از این کار پول در بیاریم دیگه. شما استخر داری، حالا یکی از میگه آقا من میخوام ماهی بریزم، عشقشو دارم، میخوام مثلا واسه مصرف شخصی خودمون ماهی بریزم، بعد به قولی میخوام که مثلا بچه‌هامون میان سر استخر، مثلا آخر هفته جمع میشیم تو استخرمون ماهی باشه. یکی میگه نه استخر بزرگ داره، هکتاری، میخواد مثلا تعداد زیادتر بریزه، اون قضیهش فرق میکنه، اون مثلا باید ریسک بهتری انجام بده. خب دوستان نوشتن اکسیژن، آب، غذا، مدیریت خوب. که دوستان اکسیژن از همه مهمتره. خب مهمترین قضیه نکن همه مسائلی که مطرح کردی الان دوستان، اکسیژن، غذای خوب، مدیریت خوب، دوباره اکسیژن، اینا همه مثل زنجیر به هم وصلن. یعنی حساب کن مثلا اگر این قفلای زنجیری که در نظر بگیرید به هم و متصل میشن تا یک زنجیر کامل رو شکل بدن، توی کار پرورش ماهی هم این نکات کوچیک کوچیک، مثلا ما میگیم آقا یه اقدامی میخوایم انجام بدیم، این اقدام ها خودش یه سری اقدامک ها داره، اقدام های کوچولو کوچولو داره که اون نتیجه نهایی رو عین یه پازل مثلا میچینه. خب حالا این نکاتی که گفتین صحیحه. حالا بعد از قبلتر از این موضوعات شروع بکنین. مثلا پرورش ماهی یعنی چی؟ یه توضیح داره. اگر دوست داشتین حالا اوکی شد دوباره. حالا ما میایم این اکوسیستم رو باید جوری طراحی بکنیم که سازگار بشه با اون ماهی که ما میخوایم پرورش بدیم. یعنی مثلا ما یه استخری داریم میخوایم به ماهی داخلش پرورش بدیم، حالا به خاطر اینکه سه تبلیغات دیدیم راجع به ماهی گرمابی، میگیم آقا ماهی کپور بریزیم خوبه، مثلا توی همه استخرها جواب میده. بله تو همه استخرها جواب میده، ولی شما دیگه باید اون شرایطش بیسیک اولیه‌اشو درست بکنی براش دیگه. یعنی محیط اولیه رو درست کنی. پس پرورش ماهی میشه ایجاد یک اکوسیستم طبیعی در قالب به قولی بکنیم. باید بتونیم میزان غذادهی واسه ماهیامون رو کنترل بکنیم. باید بتونیم جمعیت یا اون تراکم ماهیایی که ما تو استخرمون ریختیم رو کنترل بکنیم. خب حالا شما این کنترل شما و این کارهایی که انجام میدید، اقداماتی که انجام میدید، میشه مدیریت شما توی کار پرورش ماهیتون. پس میایم این کارا رو انجام میدیم تا توی یک چرخه چند ماهه ما به اون محصول نهاییمون برسیم. حالا چرا خیلی‌ها به اون محصول نهایی نمیرسن؟
به خاطر اینه که فکر میکنن که پرورش ماهی فقط اینه که ماهی بریدیم تو استخرمون تموم شد دیگه. مثلا آقا یه برنامه غذایی به ما بده، یه حالا ماهی هم ریختیم تو استخرمون 500 تا میشه ماهی ریخت، مثلا ماهیمونو به قولی مریض باید چیکار بکنیم؟ ما بیا راجع به ماهیای دیگه هم اگر مثلا شما میخواین تحقیق بکنید یا بخواید پرورش بدین، این نکات پایه و بیسشه دیگه، که مثلا مثل اون فرمولای ریاضیه، مثلا میگن آقا 2 ضرب در 2 میشه 4، حالا مثلا شما برو این 2 ضرب در 2 رو توی فرمولهای ریاضی حل مسائلی که واسه به وجود میاد استفاده کن. میگو داریم، پرورش ماهیان سردابی داریم، پرورش ماهیان گرمابی داریم، پرورش صدف داریم، پرورش قورباغه داریم، اینا آبزی ان دیگه، و پرورش تمساح هم ما داریم. حتی اینا همه با هم متفاوته که شما باید هر کدومه که تصمیم میگیری شروع بکنی راجبش یه اطلاعات پایه‌ای داشته باشی. خب حالا ما متوجه شدیم که آقا پرورش ماهی تو استخر یعنی چی. حالا تو چه استخرایی ما میتونیم پرورش بدیم؟ آقا استخر ما گلیه، میتونیم پرورش بدیم؟ آره میتونیم. از این آماده ها میشه پرورش داد؟ بله. خب چرا جواب ما به همه این سوالات بله است؟ به خاطر اینکه ما قبلش توضیح دادیم پرورش ماهی یعنی استفاده از یک حوضچه یا یک محیط مصنوعی و ایجاد یک اکوسیستم برای ماهی. خب حالا شما اگه بتونید اون اکوسیستم رو برای ماهی تامین بکنی، توی انواع محیط‌های پرورشی میتونی ماهی رو پرورش بدی. حالا شرایط توی هر کدوم فرق میکنه که من به اختصار میخوام الان براتون توضیح بدم. اگر استخرمون خاکی باشه، میزان تراکمی که ما توی استخرها میتونیم ماهی پرورش بدیم یه مقدار کمتره نسبت به استخرهای دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه ما توی استخر خاکی یک خاک داریم، 2 آب داریم، 3 اون نور آفتابی که میخوره به این آب باعث میشه که یک چرخه و یک فیلتراسیونی به وجود بیاد که ما علاوه بر خود ماهی که توی آب وجود داره عوامل دیگه هم ما داخل آب داشته باشیم، مثل همون فیتوپلانکتون ها، زوپلانکتون هایی که تولید میشن، مثل لارو و انواع حشرات، و خود این آبی که توی استخر خاکی وجود داره تبخیر میشه، جذب خاک میشه. و ما باید توجه بکنیم که استخر خاکی که میخوایم توش ماهی پرورش بدیم، یک خاکش مناسب باشه. یعنی چی؟ یعنی رسی باشه، شنی نباشه که آب کم کنه. حالا یک ترفندی هم هست بهش میگن ترفند فیتیله، خیلی جالبه. شما مثلا اصلا خاکی داری، میخوای ببینی آقا این آب برای پرورش ماهی مناسب است یا نه، یه مقدار از اون خاک استخرتو وردار بریز کف دستت، حالت به قولی چپ و راست با اون خاک بازی کن، حالت نخ میشه، فیتیله میشه. اگر تونستی سر و ته این خاکو به هم وصل کنی جوری که این خاک نشکنه، حالت گلی بشه، نشکنه و اون دایره رو درست بکنی، این خاک مناسبه. تقریبا میشه گفتش که این خاک آب کم نمیکنه، ولی اگر شنی باشه آب کم میکنه. حالا یه روش دیگه هم هست، اون خاک استخر رو حالت مچاله میکنید، گرد میکنید. خب اینو اگر پرتاب کنی به سمت بالا، موقعی که داره سقوط میکنه دوباره رو دستت، این پودر میشه. موقعی که بخوره پودر بشه که میشه شنیه. خب اگر بخوره رو دستت مثلا بمونه خیلی خراب نشه، میگه آقا این مقدار رس خاک خوبه، میتونی تو این زمین میتونی آب بریزی. خب حالا این میشه از استخر خاکی، میزان تراکمش کمتره و توی هر هکتار هم تقریبا تا 7 تن میتونیم، 7 تا 10 تن که خیلی خوب کار کنید میتونید ماهی پرورش بدید. دوستانی هم بودن که خیلی توناژهای بیشتر برداشت کردن، حالا اون با ابزارالات و تجهیز کردن استخر رو به قولی اقدامات‌های دیگه بوده که انجام دادن. که دوستان میگه نت افتضاحه، کارش نمیشه. که اگر صدا و تصویر منو دارید، حالا یا به قولی من آرومتر صحبت بکنم، تا اینجا اوکی بود همه چی؟ متوجه از صحبت هم شدین؟ یه فیدبک به من بدین لطفاً. این پایین کامنت ها بازه، میتونید برام کامنت بذارید، نظرتون رو بگین. پس تا اینجا ما متوجه شدیم پرورش ماهی یعنی چی. راجع به استخر خاکی صحبت کردیم، یه کوچولو توضیح دادیم. بعد حالا همین استخر خاکی هم ما خودمون باید آمادهش بکنیم. آماده سازیش چجوریه؟ آماده سازیش اینجوریه که ما میایم استخر خشک میکنیم. حالا هر جاشه که اگر به قولی باز ما این مطالب رو سعی میکنیم که سیو بکنیم، لایوها رو سیو بکنیم، بهتون اطلاع رسانی میکنیم، حالا لایوها رو سیو کنیم که دسترسی داشته باشیم. دیگه تنها طریقی که دوستان ما رو دارن توی اینستاگرامه و جای دیگه هم هستن ولی نمیشه لایو برگزار کرد اونجا. و حالا مثلا بگذاریم از این مثلا استخر خاکی رو گفتیم خدمتتون.
آماده سازی استخر خاکی هم آماده سازی داره. خب حالا آب پر کنیم ماهی بریزیم؟ نه، شما باید قبلش یک استخر تو دیسک بزنی، خشک بکنی و به قولی ما بیایم چیکار بکنیم، آهک پاشی انجام بدیم. آهک پاشی که انجام میدیم بعد آبگیری میکنیم. آره سیو میکنیم، نگران نباش. من اول میخواستم که سیو نکنم، دوستانی که توی لایو هستن استفاده بکنن. بعد دیدم که حیفه، مطالب خیلی ارزشمنده. بعد مطالبی هست که از تجربه میاد، مثلا شما تجربه هم رایگان به دست نمیاد. شما اگه بتونی اطلاعات رو شخصی سازی بکنی، توی پرورش ماهی خود استفاده بکنی و با اون چیزهایی که خودت در دسترس داری بتونی به قولی استفاده بکنی، خیلی خوبه. حالا مثلا من اطلاعاتی که دارم به شما میدم اینجوری نیستش که همین فردا شما بخوای بری واسه خودت استفاده کنی. این اطلاعات مثل اثر انگشت میمونه. این اطلاعاتی که دارم به شما میدم برای ما کار کرده، برای پرورش دهنده‌ای که دارن واسه ما کار میکنن، میگم واسه ما با ما کار میکنن کار کرده. یعنی چی؟ یعنی مثلا من امین خسروی، یه بنده خدایی از مثلا شهر مشهد به من زنگ زده، ماهی خریده، گفتم من ازت ماهی میخوام. ما صحبت کردیم، آقا استخر چقدر اندازش، به قولی مثلا سایز استخر چقدر، نوع استخر چقدر، ماهی که بهت دادیم. مثلا بعد از 6 ماه بررسی پشتیبانی که شده، ما معمولا مشتریانی که تعداد بالا از ما خرید میکنن میشن مشتری وی آی پی. حالا تعداد بالا نیستش که 10000 20000 خرید کنن، اونا که بحثشون جداست. مثلا دوستان مثلا 100000 200000 خرید میکنن، اونا دیگه خودشون کننده کارن، کاسب کارن، یا مثلا پرورشنده قهار هستن. ولی دوستانی که مثلا میان 2000 تا 3000 تا 5000 تا ماهی میخرن، ما اینا رو برای بررسی میکنیم. خب حالا این اطلاعاتی که من دارم به شما میدم اینه که شما اگر پرورش ماهی رو شروع نکردی، بیای چیکار بکنی؟ با یک اطلاعات خوبی، با یک پیش زمینه بیای شروع بکنی، یه داده‌ای داشته باشی. ببخشید زنگ نزنید، تلفن رو ور نداری، هر کیو شماره‌شو دیدی نوشته ماهی دارم، زنگ میزنی میگی مهندس سلام، مثلا الکی بهش میگی مهندس، طرفم دور ور می‌داره هر چی بخواد بهت میفروشه، یا مثلا هر ماهی بخواد بهت میده. خب این اتفاقات برای شما نیفته. معمولا حالا دوستانی که پیج ما رو دارن دیگه حرفه‌ای شدن، جای دیگه هم نمیرن، به خود ما تماس میگیرن. ولی در کل ما تلاشمون رو داریم میکنیم، چون الان هزینه‌ها زیاد شده. بعد به قولی ما اینجوری نیستیم که دستمون مشت باشه بگیم ما اطلاعات فقط برای خودمونه. علم هر روز داره پیشرفت میکنه. ما هم خدا را شکر آدمی هستیم که مطالعه گریم، محققیم، تلاشگریم، به قولی دانشجوی این کاریم و داریم هر روز توی این موضوعات تلاش میکنیم، علممون رو زیاد میکنیم. نگران اینم نیستیم که الان مثلا یه اطلاعاتی به شما بدیم شما یاد بگیری فردا نکنه مثلا ما خودمون عقب بمونیم. نه، ما سعی کردیم پیشرو باشیم، سعی کردیم اطلاعاتمون زیاد بشه که شما به بهترین نتیجه با نتایج بهتری تو این کار باشین. چون خیلی دارن با مثلا استفاده کردن از یه سری تکنیک ها، مثلا من یه کامنتی الان دیدم توی دوستان نوشته بودش که آقا مثلا چقدر خوراک میخوایم تو روش سنتی بدیم، چند تن مثلا جو گندم نیازه اگه بخوایم بدیم. خب مثلا خیلی فکر میکنن که آقا فقط باید گندم و جو و ذرت و اینا بدیم، مثلا ارزان‌تر در میاد، خوراک شرکتی گرونه، در صورتی که تجربه ثابت کرده اون به قولی FCR یا همون ضریب تبدیل غذایی که اون خوراک شرکتی به شما میده، هزینه‌اش شاید شما مثلا کیلویی 100 تومن بری خوراک شرکتی بخری، ولی مثلا 1 کیلو 2 کیلو میدیم ماهیت به اون نتیجه میرسه با مدیریت درست. من تو این لایوها بهتون میگم فقط هم غذا دادن خالی نیستش. خب با مدیریت درست به اون نتیجه برسی. مثلا یهو میگم آقا گندم چنده، مثلا میگم آقا کیلو 50000 تومان 60000 تومان، خب الان قیمت دقیقشو ندارم، چند کیلو گندم باید بدی اون ماهی بشه 1 کیلو؟ مثلا میگم آقا 5 6 کیلو باید بدی. بعد از اون برمی حساب میکنیم خب چقدر باید خوراک شرکت مثلا 2 کیلو 1 کیلو و نیم بدی با مدیریت درست، با ایجاد غذای طبیعی تو غذای طبیعی که دیگه هزینه‌ای نداره. یعنی یکی از به قولی مثلا ما موقعی که من می‌خواستم برم گواهینامه بگیرم میگفتش که ماشینای بزرگ نقطه کور دارن، شما تو این نقطه کورا نرو، ممکنه نبینه باش تصادف بکنی با ماشین تو جاده. پرورش ماهی هم یه جایش نقطه کور داره، ما نمیبینیم یا آگاهی نداریم، فکر میکنیم فقط مثلا یه سری کارا باید انجام بدیم، روتین فقط همین غذای شرکتی باید بدیم. آقا غذای ما 13000 مدل غذای طبیعی توی استخر داریم که حالا ما اینا رو سعی میکنیم که توی ادامه بهتون بگیم. خیلی هم خب برگشت میگه قطع میشه دوباره واسه میشه. و دوستان عزیز من سوالاتون اینجا میبینم مینویسین، ولی چون الان صحبت میکنم ممکنه که قولی نتونم تمرکز بذارم دقیق راجع بهش صحبت کنم. بذارید تقریبا الان ساعت 9:20 است، تا 10 دقیقه دیگه من مطلب رو جمع‌بندی میکنم تا 9:30. معمولا ما ساعت 9 که شروع بکنیم دیگه تا 9:30 لایو رو تموم میکنم. نمیخوام خیلی طولانی بشه لایو، میخوام که لقمه لقمه کوچولو کوچولو سری به قولی هر شب ما لایو داشته باشیم، نکات رو بهتون بگیم. سوالاتونو بزنید لطفاً. من این صحبتام تموم شد 10 دقیقه دیگه قشنگ اینجا با هم دیگه در حد 5 دقیقه هم صحبت میکنیم که انشالله دیگه بریم که آماده بشیم واسه فردا. خب
آره نوشته در مورد اسحاق پی ساخته هم میگیم چشم. الان بحث اصلیمون پرورش ماهی، شروعش اصلا چیه؟ تعریف پرورش ماهی رو ما گفتیم، بعد نوع استخرا رو گفتیم خدمتتون، استخر خاکی رو یه کوچولو توضیح دادم. حالا این استخر خاکی مثلا نسبت به اون استخرهای دیگه یه مقدار مدیریت سخت‌تره، به خاطر همین تراکم یه مقدار کمتر توش میشه ریخت. تو استخرهای ژئوممبران و استخر بتونی تراکم بیشتره، تو استخرهایی که مثلا پیش ساخته است تراکم بیشتره. یه سری سیستم‌های پرورشی ما داریم به اسم آکواپونیک، پرورش ماهی و گیاه به صورت همزمان، که چند تا به قولی روش داره. یکی از روشاش DWC یعنی دیپ واتر کیج، خب، یا به قولی روش مدیا بده که این واسه به قولی گیاهان ریشه داره، یا به قولی یه روش دیگه است به نام روش NFT که من اینا رو میام بهتون توضیح میدم. ما به صورت تخصصی صحبت می‌کنیم، ما الکی حرف نمیزنیم اینجا. ما مثلا یه روش داریم به نام روش رأس. روش رأس چیه؟ بهش میگن سیستم مداربسته، یعنی ما 90% تعویض آب نداریم، همون آبی که توی پرورش ماهی هست برمیگرده توی سیستم. این واسه جایی هستش که به قولی مثلا حالا مثل کارخونه میمونه ها. یعنی سیستم رأس هم اگه بخوام بهتون توضیح بدم انحصارا انگلیسیش میشه ریسیکولیترینگ آکواکالچر سیستم، که ما وقتی آب از مخزن پرورش ماهی ورود میزنه به فیلتر اول، فیلتر بیو فیلتر، بعد میره وارد درام فیلترها میشه. نه ببخشید اشتباه گفتیم، از مخزن پرورش ماهی آب وارد میشه به درام فیلتر. درام فیلتر کارش چیه؟ کارش اینه که اون فضولات ماهی رو به قولی جدا میکنه از آب، و اون آبی که عاری از فضولات هست رو میاد و وارد به قولی فیلتر بیولوژیکی میکنه، فیلتری که داخلش ما یه سری باکتری کشت دادیم تا بتونیم ازش استفاده بکنیم، آب رو بهینه میکنیم. حالا این آبی که ما داریم داخلش آمونیاک هست، ادرار ماهی هست، CO2 هستش، همه اینا باید تبدیل بشه دیگه. با یه سری از فرآیندها این تبدیل میشه که ما توضیح میدیم در ادامه ان شاءالله در لایف های آینده. این آب وارد چی میشه؟ وارد مرحله بعدی میشه که ما میایم با دستگاه اکسیژن رسانیش میکنیم و با اشعه یووی تو مرحله بعدی میایم عاری از باکتریش میکنیم، یا اگر خدا نکرده 1% احتمال مثلا بیماری باشه اون از بین میبریم و باز دوباره میاد تو چرخه پرورش ما. پس این میشه سیستم رأس، ریسیکولیترینگ آکواکالچر سیستم. سیستم آکواپونیک بود. یه سری سیستم‌های دیگه هم هست به قول پرورش تو انواع استخرها هست. مثلا ما یه سری فیلترها داریم، خیلی هزینه بر هم نیست. شما مثلا اگر از آب ورودی استخرتون استفاده بکنید باعث میشه که هزینه هاتون خیلی کاهش پیدا بکنه، یا راندمان رشد ماهیتون خیلی بهتر بشه. مثلا دستگاه اوزون هست، دستگاه یووی هست که شما میذاری، یا برج هوادهی خیلی مهمه، مثلا خیلی هزینه بر هم نیست. ولی چون دوستان اطلاعات ندارن و به قولی حالا متاسفانه یا نمیدونم چجوری بگم اینو، مثلا گیر یه سری آدما میافتن که ببخشید سر 1000 تومان پول بچه ماهی که ارزون تر بخره میره جای دیگه خرید میکنه. خیلی باحاله. یعنی مثلا طرف میخواد 100 میلیون پول بچه ماهی بده، مثلا میخواد بره پول در بیاره، خب میگه آقا 10000 تا بچه ماهی میخوام، خب فکر میکنه بره ارزون ترین ماهی بخره، هنر کرده. آقا تو میخوای کار پرورش ماهی راه بندازی، نمیخوای بچه بازی بکنی، که تو داری یه شغل راه میندازی. یهو مثلا بار اولش میگه من 10000 تا، میگم بابا 10000 تا چرا میخوای ماهی بریزی؟ خب گیر یه آدم ببخشید قالتاق بیفتی 10000 تا چیه؟ 15000 تا بهت میفروشه، خوراک هم بهت میفروشه، میگه حالا خودت برو ببینم میخوای چیکار کنی. ولی یه ریسک اصولی انجام بده، اطلاعات رو بر بالا، بعد شروع کن، بعد ازش پول در بیار. نصف اینایی که تماس میگیرن با ما به خدا نصفشون نتیجه نمیگیرن. چرا؟ من میبینم دیگه فنجونشون پره، ظرف وجودیشون پره، نمیخواد یاد بگیره. بهش میگم آقا بیا یاد بگیر پرورش ماهی رو، تو رو خدا به قولی 10000 تا نریز، 5000 تا بریز، ما کمکت میکنیم. 5000 تا رو تو برسون به 2 کیلو میشه 10 تن. ولی یاد بگیر. بعد ماهی رو میریزه، میگه نه مثلا مهندس فلانی. آقا تا کجا میدونی اون مهندسه؟ طرف شماره گذاشته، زنگ میزنی بهش میگی مهندس. این 4 تا کلمه‌ای که من الان اینجا گفتم بلد نیست. تو به اون که زنگ میزنی میگی آقا ماهی داری، مثلا ماهی بهت قیمت میده 2000 تومان، بهش بگو آقا راجع به المان آب به من توضیح بده. برگه آزمایش آب من دارم همونجا پشت تلفن. بهش بگو آقا مثلا این TDC آب من نمیدونه TDC چیه، نمیدونه EC چیه، نمیدونه آقا چه فاکتورایی هست. بهش بگو آقا آب من آهن داره، کربنات کلسیم داره، نمیدونم به قولی یه سری المان ها وجود داره. اینا رو نمیدونن. بعد شما زنگ میزنی راحت مهندس قیمت چند، مثلا فقط ماهیه دیگه. بعد میری فردا ماهی میریزی، تلفات میدی، بعد میای میگی پرورش ماهی به درد نمیخوره. نمیای بگی من که مثلا اشتباه کردم تو خریدم رفتم نمیدونم. الان کسی سرزنش نمیکنم، دارم
کلا برادرانه صحبت میکنم. حالا خیلی از دوستانی که تو این پیج هستن از ما سنشون بیشتره، از ما ببخشید تجربه زندگیشون بیشتره، ولی ما توی این کاری که داریم انجام میدیم من همیشه سعی کردم که 1 بروز باشیم، 2 با اطلاعات باشیم، 3 کار فنی انجام بدیم. ببخشید کار همینجوری یلخی نمیشه انجام داد. کار با ماهی حساسه، کار با موجود زنده است. ببین شما مثلا اینجوری نیستش که شما یه قطعه مکانیکی بخوای خرید کنی ببندی رو ماشین بگی آقا همینی که هست بسیم، حالا کیفیتش خراب بود عوض میکنیم. ماهی هم مثل ماها جون داره، مثل ما تنفس میکنه، به قولی حالا آبشش داره اون، خب اون دهان داره، حلق داره، دندان داره ماهی. حالا مثلا طرف میاد غذا بده به ماهی، میگه آقا من غذا میریزم نمیخوره، فکر میکنه که مثلا ماهی یک مثلا چه میدونم این شارژره، این سیم حتما باید مثلا زودی بره داخل این. آقا نمیخوره، باید به قولی اشتهاشو بفهمی. مثل ما که مثلا دوچار استرس میشیم، دوچار بیماری میشیم، غذا نمیخوریم یا بعد غذا میشیم، ماهی هم همون جوریه، بعد غذا میشه. ماهی رو باید رسیدگی کنی، ماهی رو باید دورش بگردی، اطلاعات داشته باشی. ماهی ببخشید زبون نداره با ما صحبت بکنه، باید علائم بدنیشو بتونی بسنجی. ماهی ریختی تو استخر باید بدونی که به قولی مثلا بتونی پرورشش بدی. الان مثلا همین الان ما یه مثال زنده رو بزنیم دیگه. یکی از دوستان تو لایو نوشته سلام دوست گرامی، من یه ماهی میخوام که بدون اکسیژن باشه. آقا ماهی بدون اکسیژن یعنی چی؟ آقا شما مثلا دسترسی به برق نداری، نمیتونی مثلا هوادهی بکنی، بعد تراکم ماهی رو کمتر بریزی، بتونی اون ماهی رو نگه داری توی اون سیستمت. من اول لایو گفتم آقا پرورش ماهی یعنی شما، حالا چند دقیقه دیگه مونده، یه 2 تا مطلب داره اینا رو بگم تموم میشه. پرورش ماهی یعنی شما از یک محیط مصنوعی یه کاری بکنی، یک سیستم، یک اکوسیستمی رو درست کنی که یه سری ماهی پرورش بدی. حالا اون اکوسیستم میگه آقا من بدون اکسیژن مثلا یه تعداد زیادی ماهی بریزم، خب بعد فردا پس فردا ماهی میریزن، میگن آقا به ما گفته بودن کپور مثلا جون سخته، چرا داره تلف میده؟ آره درسته جون سخته، ماهی کپور اکسیژن آب رو تحمل میکنه، اما یه سری المان‌های دیگه هم تو آب هست. همونطور که گفتم ماهی مدفوع داره، همون فضولاتش، یک ادرار میکنه، بعد CO2 تولید میکنه، آمونیاک تولید میکنه، همه اینا باعث کاهش اکسیژن میشه، گازهای مضر تولید میشه. حالا روی بدن ماهی یک قسمتی هستش که باعث میشه لزج بشه بدن ماهی، اون ترشحات پوستی ماهیه، خب که بهش میگن موکوس. اینو خیلی ها نمیدونن، بهش میگم اون باعث میشه آقا کیفیت آب تغییر بکنه. حالا شما مثلا یه استخری داری 10 در 10 در عمق مثلا 2 متر، میای حساب میکنیم میگیم که آقا 10 در 10 میشه 100 در 2 هم حساب بکنیم 1 متر و نیم تا 2 متر حساب بکنیم مثلا میشه 200. تو هر متر مکعب ما میتونیم 5 تا ماهی بریزیم، میشه 1000 تا. رو کاغذ میتونی 1000 تا ماهی بریزی شما رو کاغذ، در عمل توی استخر 500 تا بریزی، 400 تا بریزی که جا باشه واسه ماهی، فردا ماهی تلفات نده. اگرم دوچاری مشکلی شد شما بتونی خوب مدیریت بکنی. پس این نکته رو حتما توجه بکنی. هیچ کار راحتی وجود نداره. کار کی راحت میشه؟ زمانی که شما متخصص بشی، زمانی که شما بتونی با چالش و بحرانی که توی کارت به وجود میاد بتونی پیش بری و اونو مدیریتش بکنی. خب راجع به استخر صحبت کردیم، راجع به پرورش ماهی صحبت کردیم، راجع به عمق من الان یکم صحبت کردم، گفتم 2 متر. یه استخر کارآمد معمولاً 2 تا 3 متر عمق ما در نظر میگیریم. خب ما مقیاس اندازه‌گیری بچه ماهی، موقع چند تا بچه ماهی تو استخر بریزیم چیه؟ ما چه تعداد میتونیم بچه ماهی تو استخر رو بریزیم؟ آقا یکی میاد میگه عمق آب استخر هم زیاده پس تعداد بیشتری میتونم ماهی بریزم. نه، ما واحد اندازه‌گیریمون همیشه واحد سطحه، یعنی شما طول و عرض استخرت مقیاس اصلیه، میانگین آبی هم که همیشه توی استخرت میمونه برای ما مهمه، یعنی شما همیشه 2 الی 3 متر بعد آب توی استخرت داشته باشی. پس هر چی عمق بیشتر باشه شما مثلا به قولی خوشحال نباشید. خب بازم یه سوال خوبه اینجوری سوال پرسیده میشه، عالی میشه. نوشتن که آقا استخر من 25 در عمق 4. بیا همین الان با هم حساب بکنیم چند تا ماهی میشه. میخوایم روی کاغذ حساب بکنیم. خب این ماشین حساب آقا 25 متر در 25 متر در عمق 4 متر میشه چقدر؟ میشه 2500 متر مکعب. خب حالا این استخرایی که داریم ما معمولا این حالت به قولی اینجوری چیزم ندارم اینجا، دستام شکسته متاسفانه. بذار رو کاغذ بکشم، یه لحظه بذار من تو کاغذ بکشم، با دست چپ الان میکشم نشون میدم بهتون، توضیح میدم. یه لحظه ببخشید. خب اینا خب یه رنگ سبز هم برداشتیم صفحه اول، اینم سبزه. خب میریم روی صفحه مثلا بنفشش می‌نویسیم. خب
ببین ما استخرایی که وجود داره، استخرای ژئوممبران، من اینجا بکشم، معمولا مستطیل نیستش. خب معمولا یه همچین شکلیه اگه مشخص باشه. مثلا خب شما اینجا گوشه‌های استخر رو در نظر بگیر. خب این میشه عمق استخر، یعنی یه حالت به قولی لیوانی شکله. خب که هرچی پایینتر ما میریم این استخر عمقش که کمتر میشه، اون استوانه ماد به صورت یک دست پایین نمیره، یه شیب ملایمی داره که ما این شیبی که داریم به قولی، حالا اینا رو بعدا توضیح بهتون میدم که اصلا اسم این چیه. الان این لایو حالا به قولی بخوایم صحبت کنیم تا تهش بعد بریم صحبت کنیم، 2 ساعت بعد صحبت کنیم. اینا رو من بعدا بهتون میگم که این ستونا چیه این بغل. خب یعنی استخری که ما مثلا حساب کن این تو، بذار من بکشم. ببین الان ما این توی آبمون، حالا جالبش میدید چیه، من راست دستم، دست راستم شکسته، چند روز دارم تمرین میکنم و دست چپ دارم مینویسم. شاید باورت نشه ولی تونستم بنویسم. الان مینویسم اینجا نشونتون میدم. آب، اینم مینویسیم آقا، دیوار اینوری بنویسم، دیوار همینم بگم. مثلا بعضی اوقات ما میگیم آقا یه سری کارا نشدنیه، نمیشه، ما از اول راست دست بودیم. خدا وکیل نگاه کن چجوری نوشتم. ببین آبو نوشتم، اینم دیوار استخر. خب ما فرض کنیم اینا دیوار استخره، این وسط آبه. خب شما میای 25 در 25، ما میگیم آقا این داره از بغل استخر رو نگاه میکنی. خب از بالا معمولا یک مقالی مستطیل یه دست داریم ما. خب ما اینجا آبو داریم تو استخرمون. حالا این آب، ورودی آبمون همیشه باید از بالا باشه، خروجی آبمون از پایین باشه. خب محاسبه ورودی و خروجی آب استخر خیلی مهمه. حالا چرا استخرمون لجن میزنه؟ من اینجا باز یه کامنتی دیدم میگفتش که به قولی یکی نوشته درود به شرف دم شما گرم که به قولی توجه میکنید، ما به قولی داریم تلاشمون میکنیم تو این وضعیت به قولی شما بتونید شفاف عمل بکنید. نوشته لجن ته استخر چجوری باید جمع کرد. خب حالا این استخری که ما ساختیم، خب این آب، این دیواره استخر، این استخر ژئوممبرانه. خب حالا راجع به استخر خاکی الان توضیح بهتون میدم. این معمولا یه شیبی میخوره میره کف، معمولا خروجیش یکم از سطح استخر بالاتره. خب یه لوله‌ای داره خروجی پیدا میکنه. خب حالا اگر شما مثلا همین 2500 متر استخری که ما حساب کردیم میگیم تو هر متر مکعب 5 تا بچه ماهی بریز، ضرب در 5 بکنیم میشه 12500 تا. ببین 12500 تا خیلی ها، فکر نکنی مثلا، چون ببین ذهن گول میخوره. مثلا الان شما مثلا داری پول جابجا میکنی به صورت آنلاین، خب نمیبینی، میگی آقا 1 میلیون مثلا با 7 تا 0 10 میلیون ریال مثلا ما جابجا کردیم، 1 میلیون تومان. خب چون نمیبینیم چقدره میگیم بابا 1 تومنه دیگه. حالا برو همونو 1 تومنو خب از بانک تراول 10 تومانی بگیر، 10000 تومانی تو جیبات نمیتونی، تو کتت نمیتونی بذاری اینقدر زیاد، چون به چش داری میبینی اون موقع. خب چقدر پول 1 میلیون. خب ولی چون متاسفانه ارزشش کم شده ما میگیم آقا 1 تومن الان دیگه پولی نیستش. خب حالا ما توی این استخر مثلا 25 در 25 با عمق 4 مترمون همیشه این استخر 4 متر آب نداره که، همیشه 4 متر داره. ما کشاورزیم، از این آب ذخیره استفاده میکنیم. حالا کشاورزی که میاد ماهی میریزه چه مزیتی داره براش؟ ماهی که میریزه اون فضولات ماهی باعث میشه که آب غنی بشه. از اون ور من شنیدم که 600% مثل که قراره کود و سم و اینجور چیزا گرون بشه. خب به خاطر این مسائلی که پیش اومده در آینده، یعنی تورم آینده که داره میاد. خب و این باعث میشه که شما از اون تورمه جلو بزنی. چرا؟ به خاطر اینکه خودت ماهی ریختی تو آب استخرت غنی شده. خب حالا باید توجه به اون محصولی که داری تو استخرت باید بررسی، توی زمین کشاورزی باید بررسی بشه. حالا بحث اصلیمون چیز دیگه است. شما میای استخر رو داری، اینو دیگه من نمیخوام بیارم بالا، این دیوار استخر بود، این آب داخل استخر، اینم به قولی معمولا استخرها شیب داره، پایینش هم به قولی استخرهای ژئوممبران اینطوریه. حالا استخرهای سیمانی معمولا به صورت آبراهیه یا عمقش کمتره. حالا من راجع به عمق الان یه صحبتی میخوام انجام بدم، یه مقدارم 6 دقیقه مثلا نیم ساعت گذشت، اشکالی نداره تایم بذاریم. این موضوع خیلی مهمه که راجع به صحبت بشه. 10 دقیقه اما بیشتر صحبت کنیم به قولی هیچ اتفاق بدی نمیفته. و لایو ادامه دار هست. امیدوار چی آقا ما
هر شب لایو میذاریم. امیدوارم شما باشی تو لایو، یعنی امیدوارم شما بیای و از لایوها استفاده بکنی. حالا موضوع اصلی میدونی چیه؟ موضوع اصلی اینه که ما میایم میگیم آقا استخرم 25 در 25 اون موقع 4. نمیای بگی آقا من از این آب استفاده میکنم بعد 12000 تا ماهی بریزیم تو این استخر. مثلا میام رو کاغذ حساب میکنیم میگیم وای 12000 تا ماهی میشه، هر کدوم 1 کیلو هم بشن میشن 12 تن. ماهی چند الان تو بازار؟ میگیم آقا مثلا 12000 تا ما ماهی ریختیم، الان ما میخوام یه سرانگشتی حساب بکنیم دیگه. 12 تن میشه 12000 کیلو. خب 12000 کیلو الان میگیم آقا ماهی چند هم ما میخرن؟ میگیم آقا مثلا الان قیمتش 300000 تومانه مثال ها، قیمت دقیقش الان قیمتشون به روزه هر روز مشخص میشه. واه 3 میلیارد و 600 پول ماهیمون میشه، وای ما میلیاردر میشیم مثلا بعد از 9 ماه. خب می حساب میکنی آقا ما ماهی چند بخریم؟ 12000 تا. آقا مثلا ماهی 12000 تا میخوای بخری بعد دونه مثلا 20000 تومان 15000 تومان پول بدی مثلا. ماهی خوب میخوای بخری مثلا، خب آقا بعد 180 میلیون پول بدی مثلا. یا مثلا آقا 12000 تا ماهی بخوای بریزی، مثلا طرف میگه 180 میلیون من پول بدم. خب میرم چیکار میکنم؟ میگردم ببینم خب فلانی چند تا شماره پیدا میکنم از ناکجا آباد، میرم خب ماهی میخرم. چرا برم ماهی 10 تومانی بخرم اینجا که مثلا ماهی داره میده ارزون تره؟ خب میریم ماهی مثلا دونه 2000 تومانی میخریم. خب دونه 2000 تومان میریم مثلا 25 تومن پول ماهی میدیم. بعد میره ماهی رو فردا میخره، یک ماهی رشد نمیکنه، یه سال زمان گذشته. الان ما تو پیج دارم دیگه، طرف پیام میده میگه آقا تو چجوری داری حرف میزنی 6 ماه؟ میگم آقا من حرف نمیزنم، من عملکرد دوستانی که اما ماهی خریدنه. به خدا منم هیچ کارم، یعنی من اومدم فقط گفتم خدا به ما یه انرژی بده، این اطلاعات درسی که خوندیم به قولی توانایی که داریم و انتقال بدیم. میگن آقا زکات علم نشر آن است. حالا ما این علمو داریم درست انتقال میدیم. میگیم آقا شما بیا، مثال میگم، به جای اینکه جوگیر بشی توی سخت 12000 تا ماهی بریزی، ماهی رو اول بشناس. آقا حرف بدی میزنم به شما، آقا اول ماهی رو بشناس. بگو آقا آبی که من تو این استخرم دارم یه آزمایش آب بگیر، خب بفرست واسه من. آقا من ادعا میکنم دیگه، میگم آقا من متخصص این کارم، بفرست واسه من اون پارامترهای آب بخونم ببینم از نظر میکروبی مشکل نداشته باشه، آب از نظر بیولوژیکی به قول یا مشکل نداشته باشه. آب چند تا شاخصه داره، شاخصه های فیزیک و شیمیایی میگن، از نظر فیزیکی و از نظر شیمیایی. خب حالا اینا میاد تو چند تا دسته میاد پایین. خب چون آب فلزات هم توش وجود داره، حالا ما نمیایم همه فلزات رو در نظر بگیریم. جدول مندلیوف کلا تو آب وجود داره، یعنی هر چی که توی جدول مندلیوف تو آب هم هست. حالا درصدش خیلی کمه یا صفره یا نیست. خب مثلا یه آب آهنش بالاست، اون برای ماهی ضرر داره. یه آب شوریش بالاست، مثلا به قولی کلسیومش بالاست، این میره روی آبشوش ماهی میشینه، یه مدت بعد میبینی آقا تلفات داری، میای میگه مهندس ما کاری نکردیم. آره آقا شما کاری نکردی، اون شرایطی که توش ماهی رو نگهداری کردی ماهی نتونسته سازگار شه. مثال اون فلزات سنگین به واسطه اینکه با اکسیژن به قولی واکنششون میدن، میاد میره روی به قولی آبشوش ماهی میشینه، ماهی بعدن خفه میشه. بعدم میاد میگه آقا چرا مثلا پولک ماهی ریخت، یا مثلا پوست ماهی لزج شد، یا مثلا به قولی اون انگار پولک نداره. خب به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شما شرایط فیزیک و شیمیایی آب استخرتو نمیدونی. از اون سمت هم ماهی که ریخته تو استخرتو یا خوب حمل نکردی یا خوب همدما نکردی. حالا همدمایی و آداپتاسیون، حالا یه مرحله بیشتر. قبلا میگفتن آقا همدمایی کن، الان من میگم آقا همدمایی به تنهایی کافی نیست، آداپتاسیون رو باید انجام بدی. حالا آداپتاسیون چیه بعدا تو لایوهای بعدی حتما بهتون میگم. چیزایی که دارم میگم واقعا الکی نیست، یعنی شما فکر نکن که مثلا من اینا رو رفتم به قولی الکی اینا رو دارم صحبت میکنم و همش تجربیات پرورشنده است. با ما دارن کار میکنن، خودمون داریم فعالیت میکنیم، درسشو خوندیم، دانشگاهشو رفتیم، همه اینا وجود داره. خب حالا ما میایم این کار رو انجام میدیم. راجع به عمق استخر داشتیم صحبت می‌کردیم، یه چند دقیقه دیگه تمام میشه این لایو، وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم، 5-6 دقیقه دیگه تمام میشه. حالا ما میایم عمق آب استخر رو در نظر میگیریم، میگیم که آقا چه عمقی باید داشته باشه. عمقش اگه زیر 1.5 متر باشه، 1 متر باشه کمه. خب چرا؟ به خاطر اینکه اختلاف دمایی شدید به وجود میاد، ماهی دچار استرس میشه. استرس هم عامل اصلی بیماری ماهیه. خب بیماری ماهی یهو بیمار نمیشه، بیماری ماهی عامل ثانویه است، یعنی یک عامل اولیه‌ای بوده. مثلا ما یهو سرما نمیخوریم که مثلا بگیم آقا این سرما وای مریض شدیم، ما یا لباس نپوشیدیم یا با بدنمون واکنششون داده به اون اختلاف دما باعث شده که ما سرما بخوریم. حالا ماهی هم همینه. از مثلا از استان گیلان برات ارسال میکنم ماهی رو،
همدمایی و آداپتاسیون یا حمام نمک رو انجام نمیدی، ماهی رو میریزی تو استخرت، بعد از 2 هفته زنگ میزنه آقا ماهیم داره تلفات میشه. خب ماهی تو مریض کردی دیگه، شرایط جدید سازگار نشده، اینا رو باید حتما رعایت بکنید تا بتونید نتیجه بگیرید. خب حالا عمق اگر زیاد باشه چی میشه؟ عمق اگه کم باشه ما مشکلات دما رو داریم که اینو باید حتما حواستون باشه. عمق اگر زیاد بشود ما میام چیکار میکنیم؟ لایو چند دقیقه شد؟ 37 دقیقه لایو هستیم. حالا تا سعی می‌کنم تا 40 دقیقه تمامش کنیم دیگه، 2-3 دقیقه دیگه. و حالا عمق بیشتر باشه چی میشه؟ مشکلات فنی برای ما به وجود میاد و مشکلات اکسیژن رسانی برای ما به وجود میاد. خب مشکلات فنی و اکسیژن رسانی چیه؟ آقا دما، عمق آب که بیشتر باشه، همون استخری که کشیدم براتون، عمق آب بیشتر باشه، لایه‌های زیرین آب به قولی اکسیژن کمتری دارن، ماهی اونجا کمتر میره، تراکمش کمتر میشه و لایه‌های سطحی آب اکسیژنش بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه یک فتوسنتز فیتوپلانکتونی انجام میشه در طول روز که برای همه ما میگیم برای ماهیان گرمابی شما در طول شب باید دستگاه اکسیژن رسانتون روشن بذارید. چرا؟ به خاطر اینکه به جز ماهی عوامل زنده‌ای که توی آب استخر هستن خودشون میشن مصرف کننده اکسیژن و این خیلی جالبه. خب یکی از عجیب غریب ترین چیزهایی ازش که وجود داره، خودشون میشن مصرف کننده اکسیژن و به خاطر همینه بیشتر تلفات در شب اتفاق میفته و ما در ساعات پایانی شب، یعنی اوایل صبح، ما به قولی اکسیژن کم داریم. موقعی که خورشید میتابه، نور خورشید میفته رو استخرمون، معمولا 1 ساعت بعدش پر اکسیژن ترین حالت ممکنه که ما میگیم غذادهی رو در صبح انجام بدین و در عصر. در ظهر چرا نمیگیم انجام بدین؟ به خاطر اینکه آقا دما خیلی میره بالا، دما که بره بالا اکسیژن میاد پایین، شما بخوای غذا بریزی برای ماهی استرس زای. حالا نکات فنی هستش که تو لایوهای آینده ان شاءالله بهتون میگم. پس ما اومدیم از اول این لایو تلاشمون برای این بود، این 40 دقیقه‌ای که زمان گذاشتیم اومدیم پرورش ماهی در استخر رو گفتیم. حالا مسئلهش چند تا حاشیه هم زدیم، راجع به استخر صحبت کردیم، دوستان سوال پرسیدن صحبت کردیم، نوع استخر رو گفتیم، طراحی استخر رو گفتیم که آقا شیب داره، یه سری از استخر رو اینجا نوشتم براتون و حالا راجع به انواع استخر ما در لایو های آینده صحبت میکنیم. میگم آقا امشب فقط راجع به استخر خاکی میشینیم آقا بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم استخر خاکی. بعدش اومدیم راجع به عمق آب صحبت کردیم و راجع به حالا یه سری فاکتورهای آب صحبت کردیم، راجع به یه سری به قولی سیستم‌های پرورشی صحبت کردیم. خب آقا چرا شما نتیجه میگیری؟ برای اینکه آقا اطلاعات داری، اطلاعات برگ برنده ماست. یعنی آقا شما اطلاعات، ما هم نمیترسیم، اطلاعات رو به شما میدیم. چرا؟ چون خودمون محققیم، داریم تحقیق میکنیم، هر روز داریم به قولی جدیدترین کتاباشو میخونیم، جدیدترین سایت‌های خارجی رو ما میریم به قولی میخونیم و اطلاعاتشو کسب میکنیم و میگم آقا در دنیا چطور دارن ماهی کپور پرورش میدن. ماهی کپور در دنیا داره، روسیه، صربستان، به قولی چین، ماهی هستش که 2500 سال به قولی قدمت داره. ماهی نیستش که همین فردا پس فردا، یه پیشینه ژنتیکی داره. حالا مثلا وجود نکن واسه شو نکات آخرش هم بگیم و تمام شه. آره یعنی ماهی برای اینکه استتار کنه بالاش رنگش به قولی سیاه‌تره و این جزء زیست شناسی، یعنی اصلا چیز خدا براش در نظر گرفته. حالا من بعدا راجع به زیست شناسیش به قولی اعما و احشای داخلیش هم صحبت میکنم، شما فرق ما رو با بقیه متوجه بشین. یعنی فرق منی که دارم اینجا براتون صحبت میکنم، دارم تولید محتوا میکنم، ماهی بهتون معرفی میکنم و با خیلی از این آدمایی ببخشید 2000 که فقط یه دونه گوشی گرفتن دستشون میگن ما ماهی داریم، شما اشتباه زنگ میزنی بهش میگی مهندس ماهی داری، اونم میگه آره عزیزم من مهندس. کجا؟ طرف اصلا نمیدونه ماهی با چه به قولی هی مینویسن، زنگ میزنی بهش میگی مهندس، بعد فردا بهت ماهی میفروشه، میریزی تو استخر، نمیدونی، خودت هم پیگیری نمیکنی، فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا رفتی 500 تومن 1000 تومن 2000 تومن ارزون تمام خریدی. خب و نتیجه نمیگیری. نتیجه چیه؟ به قولی آگاه‌تر که باشی ثروتمندتریم. آقا ما سعی کردیم دیگه خیلی اضافه گویی هم نکنیم، ما سعی کردیم که نکات مثبت و منفی حالا نگفتیم، خیلی نکات منفیش هم میگیم تو لایوهای بعدی تو هر استخر رو که مثلا استخر خاکی نکات مثبتش اینه، نکات منفیش اینه، انواع استخر رو توضیح میدیم بهتون. خیلی ممنونم که وقت ارزشمندتون رو گذاشتین، تقریبا 42 دقیقه داریم صحبت میکنیم. حالا یه سری دوستان رفتن، یه سری دوستان اومدن، یه سری دوستان از اول تو لایو بودن، ازتون صمیمانه سپاسگزاریم. ببخشید من این دستم شکسته نمیتونم اینجوری به قولی دستام چیز کنم و ممنونی که برای خودت وقت میذاری. این بالاترین ارزشه. ببین بالاترین سرمایه‌گذاری روی خودته. شما هرچی آدم فهمیده تری باشی، آدم آگاه تری باشی، متخصص تر باشی تو کارت، میتونی هم پول خوبی در بیاری، هم توی اون کار پیشرفت کنی.
ما هم تقریبا داریم فقط توی این پیج راجع به ماهیان گرمابی صحبت میکنیم، چون تخصصمون توی این حوزه است و میتونیم راجبش خوب صحبت بکنیم. داریم این کار رو انجام میدیم و ساعت 9 شب ما لایو رو شروع میکنیم. حالا امشب خیلی طولانی شد، خیلی حاشیه‌ای صحبت کردیم، ولی من سعی میکنم نیم ساعته تموم کنیم لایو رو. دیگه گرم صحبت میشیم، نمیتونم به قولی کنترل کنم یه مدت بعضی جاهاشو هیجانی هم میشیم. خیلی ممنونم که همراه ما بودین. اگر انتقادی پیشنهادی دارید میتونید توی به قولی دایرکت بگین و اگر این جلسه براتون مفید بود، خیلی به قولی استقبال شد، توی به قولی حالا دایرکت بهم بگین. همین چند نفری که الان هستن تو لایو نظر خودشون رو بگن، از کجا تو لایو اومدن، توضیحات چطور بود، براشون خوب بود نبود و یه سری فیدبک به من بدین که انشاءالله بریم تا فردا شب ساعت 9 من باز در خدمتتون هستم. حالا ما میگیم نیم ساعت، ولی شما روی 45 دقیقه در نظر بگیر دیگه، 45 دقیقه رو در نظر بگیر که انشاءالله مطالب. حتما هم یه کاغذ خودکار داشته باش، یه سری موضوعات رو میگیم شما بنویس. مثلا همین چند تا نکته فنی گفتیم، مثلا راجع به سیستم رست صحبت کردیم، سیستم آکواپونیک صحبت کردیم، سیستم به قولی حالا سیستم های دیگه هم داره، اینا نیستش فقط مثلا سیستم متراکم داره، سیستم فوق متراکم داره، سیستم نیمه متراکم داره. خب حالا اینا هم هر کدوم هم بخوام باز کنم برات یه دنیاه. یعنی مثلا الان من چیزایی که الان تو این لایو گفتم اینقدر طول کشید، یه قطره از دریاست که ما به خدا 30 شب من لایو بذارم باز کم میاد. بعد ادامه دار باشه دیگه، انشالله که براتون مفید باشه. دیگه آخرشه، تقریبا تموم شده، 45 دقیقه است داریم صحبت میکنیم. اگر سوالی مونده، به قولی نکته‌ای بوده من اشاره نکردم یا دوست دارید راجع به صحبت کنیم، این آخر لایو میتونید برام کامنت بذارین، من جوابتون رو بدم دیگه. یه سوالی دارید راجع به پرورش ماهی، الان دیگه زنده ترین حالت ممکنیم. یعنی حالا من شاید شما رو نبینم ولی شما دارید ما رو میبینید، اینجا کامنت بذاریم ما سریع میبینیم جواب میدیم و یه چند دقیقه هم وای میستیم. دوستان اگر کامنتی دارن، صحبتی دارن انجام بدن، ان شاء الله لایو رو تمام کنیم. 45 دقیقه لایو شد، زمان 45 دقیقه شد. متوجه نشدم چه جوری گذشت و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر صحبتی نیست لایو رو به اتمام برسونیم. ببینم کامنت ها رو. ممنون از توجهتون. ساعت 9 شب هر شب لایو داریم دیگه. شما کم کم 40 دقیقه رو در نظر بگیر. اگه واقعا میخوای کار پرورش ماهی رو انجام بدی، هر شب ساعت 9 شب بیا اینجا کنار هم دیگه. بهت قول میدم که زمان بذار. حالا ما میگیم 30 شب خب، ولی ادامه داره. خب من ببینم که استقبال میکنید. واقعا هر چیزی که بلدمو میگم و میرم دنبالش، یاد میگیرم. دوباره اون چیزی هم که یاد گرفتم دوباره میام میگم، دوباره میرم چیزای جدید یاد میگیرم میام و چیزای درست رو یاد میگیرم، چیزایی که تست شده است، چیزای الکی رو به شما نمیگیم. خیلی ممنونم که به ما نگاه کردین. خسته نباشین، شبتون بخیر، در کنار خانواده خودتون، در کنار به قولی عزیزانتون در آرامش باشین و آگاهتر که باشین ثروتمندترین. ممنون از شما.